ایرانی دورن و شیروان دادگر تو تیسفون بودش با انجمن یه های گروه از هند اومدن با فیل و بازی شطرنج اومدن گفتن مای بازی کرداهه بازی خیلی نازی کرداهه اگه راه این بازی رو کشفش کنید هوش و خردتون و خرجش کنید جایزه میدیم آره جایزه یه ناب اگه نشد بدید جایزه به ما یه همارا ہے همارا ہے انوشیروان گفت وزیر جانم بزرگ مهر با خرد جانم کشفش کن بازی رو اگه میشه اگر نه جنبی و زاخیت میشه بدو 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 بزرگ مهر بدو بزرگ مهر بدو بزرگ مهر نشسته یه شب تا صبح نخوابیده حل کردم و اما شو اومده شو گفت یهو یافتم راه و رسم و چم و خم و دریافتم هندیا اومدن بزرگ مرومیز تک تک مهره های شطرنج و چیده هندیا گفتن چجوری آخه چجوری تونستش شلکر تا کیاره 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 بزرگ مهر نشسته یه بازی ساخته که یه تخت داشت و دوتا داشت تخت نردم نومش گذاشت تخت نرد کلی مهره داشت بعدش اومد به سمت هن با تخت نرد و با چند ترن درود خدمت شما یه بازی ساختم اصلا خدا اگه دریابید رازش و تیز دیگه هیچ کلکلی بین ما نیست میدیم دیگه هر چی بگین از گنج و پول و گوهر و نگین بودن 7 روز پای بازی پیدا نکردن هیچ رازی آخرش چی شد آخرش چی شد آخرش چی شد بازی رو یاد داد به هندیا خیلی خیلی حال داده آخرش چی شد آخرش چی شد